دفتر مطبوعاتی نیروهای مرزبانی تاجیکستان رسما تصدیق کرد که میان سرحدبانان تاجیک و قرقیز تیرپرانی سر زده است. در اظهارات این نهاد گفته می شود که 29 اپریل ساعت 13:05 در موضع آب تقسیم کنی گلاونوی واقع در بالای دریای اسفره و در حدود دهه خواجه علای جماعت چارکوی شهر اسفره نظامیان جمهوری قرقیزستان به سوی سرحدبانان تاجیکستان آتش گشادند. در اظهارات نیروهای مرزبانی تاجیکستان جانب قرقیزستان به آن متهم می شود که خودسرانه بندهای سازشنامه قبلا موافقه شده دو جانبه با تاجیکستان را ویران نموده نقشه ضبط نقطه آب تقسیم کنی گلاونوی را دارد. مقامات قرقیزستان هنوز این اطلاع را شرح ندادند، ولی روز 28 اپریل در سر زدن مناقشه و سنگ اندازی جانب تاجیکستان را گناهکار کردند. همزمان هر دو طرف میگویند در مناقشه دو روز اخیر از هر دو طرف زخمی ها هستند. جانب تاجیکستان تعداد زخمی ها را 7 نفر گفته است. به گفته نیروهای مرزبانی 2 نفر آنها از تیر سلاح زخمدار شدند و وضع یک نفرشان وزنین است. جانب قرقیزستان هم گفت 4 شهروند این کشور در مناقشه‌های اخیر زخمدار شدند که یک نفر آنها از تیر سلاح مجروح شده است. در شبکه‌های اجتماعی از ارسال نیروهای علاوگی به مرز دیده می شود، ولی یک نماینده نهادهای قدرتی تاجیکستان این خبر را رد کرده گفت در اسفره نیروهای کافی هستند و در صورت سر زدن ناآرامی به مرز فرستاده می شوند. بنا به خبرها حالا مقامات دو کشور تلاش دارند وضعیت را به اعتدال آورند. مولا رجب یوسفی، امرالدین عالموف، آزادی دوشنبه. سلام علیکم اکو. بخشش ما ژورنالیست هستیم. چی گپ هست؟ هیچ گپ نیست. چون گندو وقتی میگه پامی. درست. شما نام نسبتون رو بیده بود؟ ما الماسف سروجیدیم. خب اینجا برای چی آمدید به بیمارخانه؟ سرچی اکوما اون قرقیز تیر زده است. تریتوری خود توجیک با درونی آولیش با پرکتیس. که این حادثه شده است؟ سهلی. حاضر وضعیتشان چه خیلی است؟ وضعیتش که معتدل. گپ میزند؟ گپ میزند. که باید از اینجا مرخص جواب شود؟ مسئولی خوب میدونم. نام نسبشان چه همون بیماره؟ همه با خودم. سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. من با شما آواره 9 کیلومتر. امروز من در بازار لوبلینا کراسوفکی پیش شما رو نشان میدم. بهترینه. صاحبش کم تعمیرده خیر میشود. کراسوفکی زرد، پداشش سفید. نقش اسمه؟ 700. این 700 اسمه. شخصانی که در مسکو زندگی میکنن و پد مسکو بده شما میتونین دو کاسه که جمع شین یک کارکوشه بخرین 700 ارزونتون میقاطه. حتی گای مگازین من 1400 میخرین. این سریش هست سرخش خطی. میپشی فوتبال میزنی میدویست. این یو وزن ندارن وابشه. نگاه کنید. همه بهترین کراسوفکی رو خدا میشود. میزنی گولا. این نقش هست من 750 سمیای اپتوم شای روز این سمیرین 2000 3000 میخرین. اینجا بیاین رقمش این 71 بود. تاجیک خمونه سودا میکنه با ممکن سکتتون میکنه یا پری بگیرین. شخصانی که کراسوفکی سرخ نغز میبینه این دوستان عزیز سرخوش هم هست. همش همین نرخه. دو سه کارابکا بگیریم با ممکن ارزان‌تر میشه 650 تا میشه. های دوستان عزیز ویدیو امروز درباره این بود. این باز جنسیش هم هست. یکم عروساتون میگیرین. بهترین کراسوفکی. سفیدش سریش полностью съешь.
цвети зардыш, сурх. И че цвет, а? Оранжевый. Мешава, оранжевый. Короче, любой цветок.